سالهای اخیر در تاجیکستان روند وسعت میگیرد که به گفته مقامات صاحبکاران و شخصان خیرخواه با تشبث خود میخواهند کاری خیر انجام دهند. این کاری به گفته مقامات خیر اکثر وقت از تعمیر راه، پل و مکتب آموزشگاه ها عبارت است. این هم در حالی است که ساکنان تاجیکستان برای استفاده از راه ها به بودجه مبلغ میسپارند و صاحبکاران نیز میگویند کاری خیر برای آنها دردسری نو شده است. اسلام الدین سراجوف ساکن جماعت باقی رحیمزاده ناحیه رشت بعد بازگشت از مهاجرت تصمیم گرفت که راه دهه‌شان را که 10 سالها خراب بود تعمیر نماید. اسلام الدین میگوید هرچند کسی او را مجبور نکرده است و از او به عنوان یک مهاجر کسی این را انتظار هم نداشت، اما بیشتر از 8000 سامانه جمع کردهش در روسیه را به این کار صرف کرد. هرچند اسلام الدین میگوید تعمیر راه دهه را اختیارا انجام داده است، اما کم نیستند آنهایی که میگویند حکومت های محلی مجبورند از آنها برای تعمیر راه ها مبلغ طلب میکنند. سیراج امینوف یک ساکن ولایت سوخت از جمله آن نفران است که میگوید با مقامات محلی در این باره مناقشه هم کرده است. سیراج میگوید آن زمان مبلغی گفته رئیس محله در دستش نبود، هرچند فرصت خواست اما طلب کردند که فورا مبلغ را سپارد. بعد از این سیراج با گفته خودش از پرداخت مبلغ سرکشی کرد و رئیس محله همراه با امام دهه او را تهدید کردند که در نماز جمعه در نزد صدها نفر نام او را اعلان خواهند کرد. سیراج میگوید به این تهدید نیز او نخواست مبلغ سپارد، اما نزدیکانش به خاطر انگشت نما نشدن در دهه مبلغ را پنهانی از او برده به رئیس محله سپاریدند. تعمیر راه در تاجیکستان طبق مقررات وظیفه دولت به حساب می رود و در کشور از شهروندان پرداخت با نام انداز از استفاده برندگان راه نیز ستانیده می شود. طبق معلومات وزارت مالیه تاجیکستان همه ساله از این حساب به بودجه 360 میلیون سامانه مبلغ وارد می شود. علاوالدین عنایتشایف یک مسئول وزارت نقلیات میگوید صاحبکاران و شخصان علاهیده سال روان برای تعمیر راه ها در کشور بیش از 7 میلیون سامانه خرج کردند. او میگوید این مسئول وزارت نقلیات میگوید شهروندان با تشبث خود خواستار تعمیر راه میشوند و کسی آنها را در این کار مجبور نمی کند. کارشناسان میگویند به عهده شهروندان گذاشتن تعمیر راه ها از یک جانب اگر دست کوتاهی حکومت های محلی را نشان دهد، از جانب دیگر ناشفاف خرج شدن اندازه سپاریده برای تعمیر راه ها را به نمایش میگذارد.